فال نخود ریشه در فرهنگ کهن شرق داره و این فال بر اساس انرژی اعداد و عناصر طبیعت کار میکنه. دوستان عزیزم، نخود نماد رشده. وقتی اونو میریزیم در واقع داریم انرژی کائنات رو به شکل اعداد میبینیم. سلام به همه دوستان عزیزم، به کانال مسیر ما خیلی خوش اومدید. امروز میخوایم با هم یه سفر خیلی جادویی به دنیای فال نخود داشته باشیم. یه سوالی که ازتون دارم اینه: آیا میدونستین که یه مش نخود ساده میتونه رازای پنهون زندگیتون، عشقتون، موفقیت و آیندهتون رو فاش بکنه؟ اگه کنجکاو هستین که تا انتهای ویدیو با من باشین، چون که در دقایق آخر یک تکنیک مخفی رو به شما یاد میدم که نتیجه این فال رو برای یه هفته تحت تاثیر قرار میده. خب میخوایم نخودها رو بریزیم. لطفاً دستاتون رو روی قلبتون قرار بدین، یه نفس عمیق بکشین، چشماتون رو ببندین، یکی یکی نیت هاتون رو در قلبتون، در ذهنتون به تصویر بکشین تا ما این نخودها رو بریزیم. بچه یه نخودم در رفت، یعنی پرید خودش جلو اومد اینجا. این خودش یک نشونه است، حالا براتون تفسیر میکنم. به نام الله. دوست عزیزم، برای شما عدد 7 که عدد مقدسی هست و نماد معنویت و اسرار الهیه اومده و شما رو توی یک مسیر، توی یک حقیقت بزرگ قرار همراهی بکنه. حمایت پروردگار هست در واقع. دوست عزیزم، توی مسیر خودشناسی قرار گرفتی عزیز دلم. تو مسیر خودشناسی قرار گرفتی که داره یکی یکی کدها توی درونت روشن میشه، باز میشه این کدها و برای تو خودشناسی عمیقی رو داره. اگه توی بچگیت اذیت شدی، اگه تروماهای خیلی زیادی رو تجربه کردی، با این مسیر خودشناسی که برای تو افتاده داری برطرف میکنی و داری پذیرش انجام میدی عزیز دلم. بسیار عالی. شما لحاظ یک تصمیم روی دودلی قرار گرفتی. یه دودلی برات میبینم. دودلی در مسیر کار، انتخاب یک شغل یا یک خرید و فروش، یک معامله. برای تو این دودلی رو میبینم که تا 4 وعده آینده قرار این دودلی برطرف بشه، یه تعادل برای تو ایجاد بشه، ثبات پیدا بکنی و اگر تصمیم داری به یک شغل جدید، به یک کار جدید، یک همکاری جدید تصمیم بر این داری، برای تو حتما رقم میخوره. چون من برای تو کار جدید میبینم، شغل جدید میبینم، یک فعالیت جدید برای تو میبینم و این خیلی خیلی زیبا و قشنگه. چیز دیگه ای که براتون افتاده دقیقاً عدد 8. بذارین شما قشنگ ببینین اینو. عدد 8 براتون افتاده. بچه ها عدد 8 همیشه نماد ثروت ما بوده. بحث ما بحث مالیه. یه معامله انجام میدی، معامله خیلی پرسوده، 5 برابر چیزی که داری به تو پاداش میده.
5 برابر هر سرمایه‌ای که داری به تو پاداش میده، ثروت میده، موفقیت مادی هست و تلاش ها داره به ثمر میرسه. داره بهت قشنگ اینو گوش زد میکنه. یه فصلی از زندگی تموم شده، عدد 9 براتون دارم میبینم. یه فصلی از زندگیت کامل تموم شده، یک سری نظرات جدید، یک سری ایده های جدید توی ذهنته. اگه کاری رو نیمه کاره داری، قرار بوده یه پروژه‌ای رو بدی نیمه کاره مونده، 100% تکمیل میشه انشالله به امید خدا. تا اواسط ماه جدید این تغییر رو داری و تکمیل شدن رو داری. پروژه نصف نیمت کامل میشه، معامله نصف نیمه تو تکمیل میشه، هر چیزی که روش بلا تکلیفی داری. ممکنه نیت تو در رابطه با عشق باشه، چیزی که بلا تکلیفی داری روی عشقت، روی شریک احساسیت یک بلا تکلیفی داری که بمونم یا برم. هر چی که قلبت میگه موقع تکمیل شدنشه، بسته شدن چرخه های تکراریه. اگر نیت طلاق داری قطعا طلاق تو انجام میشه. اگر خسته شدی از بدو کردن، کارت پیش نمیرفته، اذیت شدی برای این طلاق، قطعا کارت انجام میشه و روحت باز روشن. یه فصل تازه‌ای توی زندگیت میخواد شروع بشه و فصل قدیمی در حال به پایان رسیدنه و تموم شدن و تکمیل شدنه. پس هر نیتی که داری، اگر روش بلا تکلیفی و دودلی داشتی و نمیدونستی که چی کار بکنی، جنگ میون عقلت و قلبت بوده، 100% من یقینا به شما میگم این چرخه داره به پایان میرسه و یک فصلی تازه توی زندگی تو آغاز میشه. حالا چه معامله، چه خرید و فروش و چه از لحاظ احساسی، کاملا این برای شما مشخصه. زمان خیلی مناسبی داری برای خلاقیت هات. یه زمان مناسب هست برای اینکه از ایده هات، از ذهنیتت استفاده بکنی. حتما به ذهنیتت، به ایده هات اعتماد کن و انجامشون بده. من به تو قول میدم که تا 2 وعده آینده نتیجه اینها رو ببینی عزیز دلم. باز هم نخود بریزیم. بچه ها باز هم به ما عدد ثروت رو داره میده. باز هم تمرکز فال روی ثروت افتاده، روی معامله افتاده. 100% از یک کاری که قانونیه، بابت شما انگار شکایت کردی، 100% جواب میگیری. وقت تکمیل شدنه، وقت نتیجه گرفتنه. شما قراره نتیجه این کارهای قانونی، این بدوهای قانونی رو ببینید. برای شما دارم ملک میبینم، خرید و فروش ملک میبینم. اگر نیت داری، نیت روی خونه داری که میخوای بفروشی، بله عزیز دلم، تا 3 وعده آینده برای شما فروش خونه افتاده و بعد از اون خیلی بلا فاصله یک خونه خیلی بهتر خریداری میکنی. کاملا دقیقا بله 3 وعده افتاده، کاملا عالی هم هست، خیلی براتون خوبه. دوستان عزیزم توی اسفند ماه یک سری اخبار راجب بهبودی و سلامتی
کسی که منتظر بهبودیش بودید، منتظر سلامتیش بودید، انگار که توی بیمارستان بستری بوده و خبرهای ناگواری به شما رسیده در رابطه‌اش، خبر از سلامتی ایشون میرسه و حال دلتون باهاش عالی میشه، براش بهترین ها رو میخواین و براش هرچی دعا کردین قراره همونطور که اجابت شده به خود شما هم برگرده. بچه وقتی نخود خارج از صفحه میفته، این یعنی زمان داره بهمون میده، زمان بهمون میده خارج از اون کاغذ صفحه برای ما افتاده. یه کمی تا 3 وعده به ما صبر داده، 3 وعده صبر برای اجابت خواسته هامون، برای این خودشناسی که اول بهتون گفتم. یه کمی تمرکزتون رو باید روی خودتون بگذارین. برای یک سری از دوستانم چیزی که دارم میبینم یه اتفاق خیلی خوب هست. تا 24 ساعت آینده یه خبر خیلی خیلی خوب و خوشی میشنوی که این خبر میتونه مربوط به مسائل کاریت یا رابطه عاطفیت باشه. حتی ممکنه که این رابطه عاطفی تو توی محیط کارت باشه دوست من، یعنی همکارت باشه، با هم حالا جر و بحثی داشتین یا هر بحثی که باعث شده یه فاصله کوچیک بینتون بیفته داشتین، بازگشت دارین، یک اتفاق خوب ازش میفته. توی محیط کارتونم انگار یک ارتقاء کاری دارین. تا 3 روز آینده یه پیشنهاد همکاری دریافت میکنید. مراقب باشین که این فرصت رو از دست ندین. همون اول گفتم بهتون یک سری چرخه ها به پایان میرسه و فصل تازه‌ای شروع میشه. لطفاً این فرصت رو از دست ندین و از این فرصت استفاده بکنین. من میخوام روی این فرصت برای شما یه از کارت های ورقمونم استفاده بکنم. فرصتی که قراره توی زندگیتون پیش بیاد، چه از لحاظ عاطفی چه از لحاظ کاری، مالی، مادی. پس نیت بکنین که من این کارت ها رو بکشم. دوست عزیزم، برای تو این فرصت پیش میاد 100%، مخصوصا از لحاظ عاطفی برد داری، یک برد بسیار بزرگ از لحاظ احساسی داری، یک پاداش از خداوند میگیری و کسی نصیب تو میشه که قرار زخم‌های قلب تو رو ترمیم بکنه و تا 3 وعده به ما آینده به ما وعده داده که یک دیدار، یک ملاقات بسیار قشنگ با این شخص انجام میشه. اگر به صورت تلفنی تماسی با هم جر و بحثای کلامی داشتی و قیدشو زدی یا حتی همو بلاک کردین، بازم من به شما یقینا میگم که این اتفاق میفته و شما بسیار خوشحال میشین. از لحاظ مالی کسایی که این نیت رو داشتن، فرصتی براتون پیش میاد دقیقاً تا 3 وعده آینده. یک پول کوچیک، یک سرمایه کوچیک از طریق خانواده یا یک دوست صمیمی که مثل خانواده میمونه، این حمایت رو دریافت میکنیم و این فرصت به تو داده میشه. حالا خودت میتونی از ایده هات استفاده بکنی یا از شخصی که خردمنده کنار تو قرار میگیره و به تو یک سری راهنمایی ها میکنه. میتونی از این راهنمایی ها استفاده بکنی
و اون سرمایه خودت رو چندین برابر بکنی. این بچه این کارت ها برای فرصتی بود که نصیبتون میشه. من بهتون گفتم یک چرخ قراره تموم بشه و یک فرصت قراره برای شما پیش بیاد، پس ازش استفاده کامل رو ببرین. خب میخوایم بریم سراغ ادامه فال نخودمون که ببینیم اعداد با ما چه تفاصیلی رو برای ما دارن. دوستان عزیزم، قبل از اینکه نخودها رو باز بریزم روی یک صفحه و تفاصیل جدیدی رو بهتون بگم، ازتون میخوام که حتما عدد 888 یا بهتره بگم کد کیهانی 888 رو برای ثروتمند شدن، برای تحقق آرزوهای مالیمون حتما برای من کامنت کنین و نیت هاتون رو برای من بنویسین که انشاءالله این نیت ها برای شما تحقق پیدا کنه. حتما نیت هاتون رو برام بنویسید، من در نظر میگیرم و همه رو میخونم و در نظر میگیرم. بچه رشد مالی چشمگیری براتون هست. سرمایه گذاری های شما قراره نتیجه بده و روز به روز پیشرفت بکنید. اگر یک سری از دوستان عدد 11 رو زیاد میبینید روی ساعت، روی پلاک های ماشین و یا هر جایی، مطمئن باشین که این یک نشونه برای شما هست. دقت بکنین روی عدد 1 ما به هیچ عنوان نخود نیفتاده، زمانی که نخود روی همه اعداد افتاده ولی هنوز عدد 1 ما خالیه، نشونه داره به ما میده. عدد 11 رو اگر جایی دیدین بدون که دوره شکوفایی موفقیتت رسیده، به اهداف بزرگت باید فکر بکنی، چون قراره بهترین ها نصیبت بشه. برای یک سری از دوستانم من دارم رقیب کاری میبینم، انگار رفتی یه جای فرم پر کردی، رقیبم زیاد داری که آیا من قبول میشم یا نمیشم، یا رفتی کنکور دادی یا رفتی یه مهارت یاد بگیری، رقیب زیاد داری. چیزی که من دارم برای تو میبینم عزیز دلم، شما قبول میشی چون واقعا تلاش کردی. الان زمانیه که کسایی که تلاش کردن باید برد بکنن. اصلا به رقبات توجه نکن، چون من مطمئنم که شما تا 2 وعده آینده به طور معجزه آسایی خبر تایید رو از اون محیط کار، از اون محیطی که آموزش دیدی میگیری و لبخند رضایت روی لبهات مینشینه. خدا رو شکر. اصلا از این آزمون ها، از این سنجش ها اصلا نباید بترسید. دوست عزیزم اصلا از چالش ها نترس، با ترس هات باید رو به رو بشی، چون که واقعا این ترس ها در واقع یک فرصت استثنائیه برای تو، برای اینکه خودتو بسنجی، ببینی چند مرده حلاجی و قطعا هم میتونی، چون واقعا تو آدمی هستی که بسیار تلاشگری و پشت کار داری. من به قاطعیت تمام به تو میگم به چیزی که میخوای 100% میرسی. برای یک سری از دوستانم دارم یه فرصت استثنایی میبینم برای مهاجرت یا سفر خارجی براتون پیش میاد، انگار که بهش فکر نمی کنی ولی برای تو شدنی هست. 100% برای شما یک اخباری از مهاجرت یا سفر خارجی پیش میاد. اگر سفر خارجیتون هم در واقع جور بشه و یک باره پیش بیاد براتون، شما میرین اونجا برای انجام کارهای مهاجرتتون، یعنی هرچی هست مربوط به کارهای مهاجرت شماست عزیز دلم. ببینید بچه ها، یک سری از دوستانم، دوستای عزیزم، ارادتون رو از دست دادید.
ارادتونه که سرنوشتتون رو روشن میکنه. چیزی که من از شما میخوام اینه ارادت رو حفظ کن. اجازه بده این تلاش ها، این پشتکارها سرانجامش رو ببینی. هفته آینده مشکلی که برات پیش اومده یه نشونه‌های خیلی خوبی ازش میبینی. یه نشونه‌های باز شدن گره‌ای که قرار باز بشه. 100% برای شما دوست عزیزم رقم میخوره. توی بهمن ماه، توی دی ماه موفقیت‌های بسیار زیاد برات میبینم. خرید و فروش هایی که روش بسته شده بوده، گره روش بوده، سنگینی روش بوده، توی دی ماه، بهمن ماه باز میشه. من این رو یقینا به شما میگم. یک نیت کلی میخوام براتون بریزم. برای معاملات شما یک سری از دوستان من نیت کرده بودن که خونم فروش میره، زمینم فروش میره، خونه بهتری میگیرم، به ماشین بهتری میگیرم. ببینیم روی معاملات ما چه چیزهایی هست. بچه‌ها 4 گیشنیز، نماد قرارداد مالی خوب تا 2 وعده آینده، 2 روز، 2 هفته، 2 ماه آینده. نهایتاً سنگینی از روی این سند برداشته میشه. آقایی حمایتتون میکنه، آقایی که اسمش 2 سیلابیه، یعنی مثل علی رضا، محمد رضا، حمید رضا، امیر مهدی، امیر علی و کسی که اسمش 2 تاییه. این تو ذهنتون باشه. کسی که اسمش 2 تاییه 100% حمایتتون میکنه و شما این فروش و یک خرید عالی رو دارین. بچه‌ها اگر حال و روزتون به هم ریخته است، اگر ناآرومید، اگر احساس بدی بهتون دست میده، همش دلتون میخواد توی رخت خواب باشین و همش احساس خواب آلودگی، بی انرژی بودن دارین، خیلی طبیعیه. من بهتون قول میدم تا هفته آینده خیلی اوضاع بهتر میشه. قراره هر کسی که با صداقت هر کاری رو میکنه نتیجهش رو دریافت بکنه. یک سری از دوستانم خیلی دارید فداکاری میکنید، یک سری فداکاری هایی که یک کمی باید به خودت فکر بکنی. مسئولیت بیش از اندازه روی دوش تو هست، انقدر خستت کرده که واقعا هیچ انرژی نداری. قرار نیست تمام مسئولیت های زندگی یا آدم های دیگه با تو باشه. قراره یکم به خودت فکر بکنی و انرژی تو جمع بکنی برای آرزوهات، برای چیزهایی که میخواهی عزیز دلم. پس لطفاً یکمی سبکتر، یکمی آرومتر، یکمی بیشتر باید به خودت فکر کنی تا این انرژی ها از تو برداشته بشه. خب بذاریم ببینیم نخود دیگه برای ما چه داره. بچه ها چیزی که دارم براتون میبینم از نظر سرنوشت کشورمون، چیزی که هست از لحاظ این خشکسالی، بارندگی 100% رخ میده، جوری که حتی ممکنه سیل رخ بده، ممکنه بر اساس سیاره پلوتو زلزله هایی رخ بده. یک کمی مراعات بکنین، یک کمی مراقب باشین، محتاط‌تر باشین. اتفاق بدی نمیفته ولی ما واقعا بارش این رحمت الهی رو داریم و قلبمون رو روشن میکنه.
چیز دیگری که براتون افتاده از لحاظ زیباییه. زیبایی درونیتون رو همون اول فال دیدم. زیبایی درونیتون همون اول فال براتون افتاده بود که گفتم داری خودشناسی روی درونت کار میکنی. چیز دیگه ای که هست زیبایی ظاهریته. شروع میکنی به خودت رسیدن. بعد از 4 وعده که از این حس و حال میای بیرون، برای خودت شروع میکنی یه کاری انجام میدی، یه انگیزه‌ای پیدا میکنی. این انگیزه خیلی قشنگه ها. ممکنه که یا آرایشگاه بری، ممکنه که بوتاکس بزنی، ژل تزریق کنی، شروع میکنی به کارهای زیبایی و این بسیار بسیار برای تو خوشیمنه و پربرکت عزیز دلم. توی ماه آینده شاهد آرزوی دیرینتی، یه چیزی که از قدیم خیلی سال پیش دلت میخواسته و قیدشو زده بودی، امیدتو نسبت به این آرزوت، نسبت به این رویات، حالا چه عاطفیه، چه مالیه، چه کاریه، چه احساسی، هر چی که هست، آرزوی شخص تو که قیدشو زده بودی، 100% شاهد تحققش میشی. فقط چیزی که هست میگه امید داشته باش، هنوز هم امید داشته باش، چون این امیده که ما رو زنده نگه میداره. این امیده که باعث رشد ما میشه. دوست عزیزم، توی یک مسیر مهارتی قرار میگیریم. اجازه بدین من بقیه اینو خودم بریزم. دوست عزیزم، توی یک مسیر، بله تایید داد، توی یک مسیر مهارتی، توی یک مسیر یادگیری قرار میگیری. خیلی ممکنه بابتش هزینه بکنی، جوری که جیبای تو خالی میشه. از این قرض میکنی بابت این مهارت، از اون قرض میکنی بابت یادگیری این مهارت یا این تحصیل یا هر چیزی که زبان هر چیه، اولا بافیه، نمیدونم چیه، ولی یک مهارته، یک تحصیله. از این اون قرض میکنی، حتی خیلی میری توی فشار، میری توی بدهکاری، ولی ادامه بده. تایید داره میکنه، حتما ادامه بده این مسیر رو، چون این مهارتی که یاد میگیری، این درسی که داری میخونی، این سختی که بابتش داری تحمل میکنی، 100% توی فصل سرما یعنی دی بهمن به تو جایزشو میده. میتونی بدهیاتو توی بهمن ماه پاس کنی. دوست عزیزم که نیت قرض و بدهکاری داشتی، بیکار هستی و بدهکاری، توی بهمن ماه شما هم بدهیاتو صاف کردی، هم قرضهاتو پرداخت کردی، اینو هم به تو قول میدم، هم مشغول کار هستی، هم مشغول کاری. این تغییراتو من 100% برای تو میبینم و بسیار برای تو عالیه. حالا برای من سوالی که در رابطه با این فال نخود داری، حتما برای من کامنت کن و بنویس که چه سوالی ازم داری، چه نیتی داری. اجازه بده که در فالهای بعدی بتونم در نظر بگیرم و سوال تو رو پاسخ بدم. من بهتون گفته بودم یه تکنیک مخفی رو میخوام بهتون یاد بدم، بهتون قول داده بودم که این تکنیک مخفی رو در رابطه با نخودها بهتون یاد بدم. اگه که از این فال راضی بودی، جواب نیت ها تو گرفتی، یه بله خوشگل برای من بنویس، یه خدایا شکرت برای من بنویس که ادامه این تکنیک رو به تو یاد بدم. عزیز دلم، 41 نخود رو
دقیقاً 41 نخود رو باید جمع بکنی، توی مشتت بگیری، توی دستات بگیری، دستاتو به این شکل باید ببندی و جلوی قلبت بگیری، نخودها هم درونش باشه. خب به این شکل باید دستات رو قلاب کنی و جلوی قلبت بگیری. بعد دوباره نخودها رو توی یک ظرف بریزی و یک سری اعدادو 1 تا 20 رو روی کاغذ بنویس. وقتی نوشتی یا میتونی 1 تا 20 رو بنویسی. وقتی که نوشتی میتونی اون سوالت و اون نیتت رو زیر اون اعداد 1 تا 20 بنویسی. بعد وقتی نخودها رو حسابی بهشون فکر کردی، با دستهای تو گرم شدن، نیتت رو آوردی توی ذهنت، اون سوالت رو توی ذهنت آوردی، حالا نخودها تو میتونی روی اون کاغذ بریزی. خیلی خوب دقت کن، دقت بکن که روی چه اعدادی افتاده. بعد بیا اعدادت رو برای من بفرست، یا توی کانال تلگرامم برام بفرست، یا آیدی تلگرامم هست، یا برای من کامنت بکن. حتما جوابش رو من به شما میدم و تفسیر اعداد رو بهتون یاد میدم. مطمئنم که جوابش رو میگیری عزیز دلم. میخوام در انتها براتون ورق بریزم، پاسور رو استفاده بکنیم، چون پاسور هم اعداد هست، ما ازشون استفاده میکنیم برای نیت های شما. یه بر بزنیم. برای کل زندگی مخاطبین عزیز مسیر ماه، خب دوستان عزیزم، چیزی که دارم برای شما میبینم یک قرارداد هست. این قرارداد میتونه کاری باشه و میتونه تعهد ازدواج باشه که بحثش، صحبت شروعش توی همین آبان ماه بوده، ولی انتهایی که دارم میبینم توی آذر نتیجهش رو میبینین و این امضای قشنگ رو میزنین. یک سری از دوستان من نیت انگار بارداری داشتن، چون براش چیزی که دارم میبینم یک شروع یک بچه افتاده، یک بارداری خیلی خیلی خوب و سلامت افتاده. کسی که خیلی وقت بوده انگار منتظر بچه بوده، 100% این بارداری انجام میشه و قدم این بچه بسیار مبارک عزیز دلم و برای شما بسیار خوشیومنه. اگر ناراحتی احساسی داشتی، این ناراحتی احساسی این نیست که حتما بگم با شریک احساسیت به هم ریختگی داشتی، بحث داشتی، نه حتما این نیست. در واقع حتی میتونه بحث با مادرت باشه، بحث با خواهرت، پدرت و یا همسرت باشه. بحث های احساسی، شاید هم حتی با خودت داری کلنجار میری، با خودت درگیری، شروع کردی به خود سرزنشگری که من اینجا اشتباه کردم، در اونجا اشتباه کردم و شروع کردی داری اشتباهاتت رو میشماری. عزیز دلم، این اشتباهات برای هر آدمی پیش میاد. شروع کن به بخشیدن خودت، شروع کن به بخشیدن خودت و از ابتدا شروع بکن. دوباره بلند شو. هر کسی ممکنه اشتباه بکنه، حتی اگر با خواهر، برادر یا پدر و مادر و همسر بحث داشتی، اونها رو هم ببخش،
چون درون به هم ریخته ای داری، آشفته شدی، انرژیت پایینه. دوست عزیزم اجازه بده که انرژیای خوب سمتت بیاد، با بخشیدن، با ول کردن. انرژیای بد رو رها کن، اجازه بده که انرژیای خوب برای تو جاری بشه که 100% میشه. ماه آذر برای شما ماه خوبیه، ماهیه که نتیجه هاتون رو قراره بگیرین. پشت کاری که توی آبان ماه داشتید، خستگی و چالش هایی که توی آبان ماه داشتید، شکست هایی که داشتین ولی دوباره بلند شدین، قرار اون شکست ها دیگه بهتون نتیجه بده و حس و حالتون رو خوب بکنه. یه قرار ملاقات برای شما افتاده دوست عزیزم، قرار ملاقاتی که بسیار روشنه. این قرار ملاقات احساسی هست، انگار که میخوای با این شخص آشنا بشی برای ازدواج و 100% خیلی خیره، خیلی خوبه، خیلی عاشقانه است و این آدم خوبیه. تو میتونی کنارش واقعا خوشبخت باشی و حال دلت رو خوب کنی. دوستان عزیزم خیلی خوشحال شدم که امروز با این فال نخود جذاب کنارتون بودم. حتما تکنیکی که بهتون آموزش دادم رو انجام بدین، جواب سوالاتون رو میگیرین، من اینو به شما قول میدم. در واقع این فال نخود یه آینه برای خودشناسیتون بوده. حتما برام توی کامنت بنویسین که نیتتون چی بود، جواب نیتتون رو گرفتین، چطور بود. من نظراتتون میخونم، پاسخ میدم. اگر که این ویدیو رو دوست داشتین حتما لایک کنین، سابسکرایب کنید که این کانال بیشتر براتون پست ها فال های بیشتری بذاره. به امید دیدار در ویدیوی بعدی. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. در پناه خدا باشید. عشق براتون